خوشحالم نبود. هی گفتیم کیو نیست و اینا. یکی از من گفت یا آقایی از همین نزدیکام میشینه اسمش از شهرام، این بسیار حرف خوب میزنه فلان میزنه. من رفتم دیدمش یه روزنامه داشت میداد بیرون، باهاش صحبت کردم و خیلی خوشحال شد. گفت آخه من نرفتم جلو، گفتم اونا یواش یواش درست میشه. و چون گفت کی؟ گفتم ساعت 2 امروز 4 امروز. گفت امروز؟ گفتم آره. اون وقتش که دستگاه ها اینطوری نبودش که تو بشینی بگینی آقا خیر خودت تو شات بگیرین فلان یه چیز درست کنی، کروماکی وجود نداشت فلان نش. من نگاه کردم میگم چیکار کنم، یه دونه ساعت اونجا بود دیدیم آخرین لحظه است که ما این کارو میکنیم، اصلا هم چیزی امکان نداره، وجود نداره تو کاری. رو دوربین گذاشتیم آخرین لحظه، هنوز آخرین لحظه است. یه مقدار که گذاشتیم آقای شهرام معین به من خبر دادن که یه اتفاقاتی اونجا داره میفته. شهرام خبر داد؟ آره شهرام، آخه من آوردمش بالا گذاشتمش اونجا دیگه، بعد من شریک بودم. آره بعد اومد توی پارس کار کرد و بعد گفت یه اتفاقاتی اونجا داره میفته و فلان ایزا و نمونهش هم من نشون داد. منم اومدم گفتم یا بخرینم یا و چون 50-50 بودیم یا باید اونا میتونستن اول بخرن. و یادم میاد که خدا بیامرز اینی که به شما گفت قیافش هم خوبه کی بود؟ کی؟ شهرام همایون گفت قیافش خوبه؟ برای کجا؟ گفتی یه کسی گفته هم خوب حرف بزنه هم قیافش آره، هم خوبه. آره اونی که گفته قیافه آره. شهرام خوبه آره. کیه؟ این شوخیه. در حال شهرام بهت بگم آدم بسیار با استعدادی است ولی اشکالش یه چیزه، به هیچی پابند نیست، نه دوستی پابنده نه راستی پابنده و متاسفانه کار اشتباهی داره میکنه. شهرام خیلی با استعداده، هیچ کس نمیتونست به جز شهرام بمونه تا حالا، هیچ کس. یعنی بهت بگم شهرام قشنگ از مردم میتونه اون چیزی که میده 2 برابرش هم پس بگیره، مردم هم قشنگ دوستش دارن و فلان دارن. ولی در حال وقتی اینطور شد من گفتم دیگه نیستم دیگه. بعدش هم خریدن آره پولش هم اینطوری شدیم آقای شهرام خان از یه دونه ماشین فروش گرفته بود داده بود، فکر کردم شریکش میکنه. و بعدش هم مثل که رفت باز یه جور استودیو دیگه باز کرد که یه خانم اونجا کار میکرد، بعد با اون ازدواج کرد، در اونجا رو قفل کرد. نمیدونم چیزایی شدیم من دیگه. در پارس رو؟ نه یه شبکه شهرام از اونجا اومد بیرون رفت یه تلویزیون زد بخیر. درسته. ولی در اونجا بعد چند ماه صاحب اونجا نمیدونم به چه دلیل درش بسته کرد. در اون استودیو. آره. بعد شهرام اومد رفت یه تلویزیون زد اونجا. من یه روز دیدم که ساختمونی ساخته و فلان چیزا و کانال 1 رو